شکوفه هستم، دکتر طب چینی و امروز اومدم با یه تکنیک دیگه راجع به این که چطوری سالمتر باشیم. حتما شنیدین که میگن که you are what you eat، یعنی که شما همونی هستین که میخورین. اگه ترجمه خوبی کرده باشم، یعنی هرچی سالمتر بخورین سالمترین، و هرچی سالمتر نخورین خب بیماری ها و مشکل ها میاد سراغتون. امروز میخوام 2 تا تکنیک بهتون بگم که بهتون کمک بکنه که انتخاب‌های بهتری داشته باشین وقتی که میرین سوپرمارکت خرید میکنین. از این 2 تا تکنیک غافل نشین. بریم با هم دیگه نگاه کنیم. حتما یادتونه که وقتی که توی ایران میخواستیم یه مواد غذایی رو بخریم میگفتن خارجیشو بخر، خارجیش خیلی بهتره. بعد دوستامون که میان از ایران میان اینجا و تو سوپرمارکت های اینجا خرید میکنن، فکر میکنن که خب اوکی اینجا همه چیز خوبه، استاندارد بالایی داره، پس با خیال راحت همه این مواد غذایی رو میتونیم استفاده بکنیم. ولی یادتون باشه که درسته که اینجا استانداردهای بالایی داره، ولی بازم صنعت مواد غذایی متاسفانه اونجوری که شما فکر میکنین نیست و خیلی چیزا رو یواشکی توی این مواد غذایی بسته‌بندی شده ممکنه بذارن که برای سلامتی شما خوب نباشه. یکی از چیزهای مهمی که میخوام بهتون بگم این جدول هست. این جدول خوشگلی که میبینین نوتریشن فکت به شما اطلاعات خیلی زیادی میده. پس لطفاً وقتی که میرین خرید میکنین حتما این نوتریشن فکت رو نگاه بکنین. حالا سعی میکنم راجبش اطلاعات بیشتری بهتون بدم که چجوری بخونینش، چه چیزایی رو از توش بفهمین و چه چیزایی براتون رد فلگ داشته باشه. یکی دیگه از چیزایی که خیلی مهمه که حتما باید بهش توجه بکنین، یه جایی نزدیک نوتریشن فکت شما اینگریدینت لیست دارین. این اینگریدینت لیست هم خیلی چیز مهمیه، به خاطر اینکه توش به شما میگه که چه چیزایی توی اون پروداکت بیشتره. برای همین وقتی که میخواین خرید بکنین شما خیلی آپشن دارین. از منظورم مواد غذایی بسته‌بندی شده است. نگاه بکنین نوتریشن فاکتور رو نگاه بکنین، اینگریدینت لیست رو نگاه بکنین. بالاخره اینجوری نیست که همه مواد غذایی بد باشن. بالاخره اونی که بهتره میتونین با نگاه کردن بهش، با خوندن بهش اونو انتخاب بکنین، یا حتی بین بد و بدتر بده رو انتخاب بکنین اگه دیگه خیلی مجبورین. خب میخوام براتون یه مثال ساده بزنم که چطوری خیلی راحت انتخاب بکنین بین چیزایی که میخواین بخرین، آپشنایی که دارین. مثلا میخواین پینات باتر بخرین. الان همه این سکشن همش پینات باتر، مدل‌های مختلف، برندهای مختلف. همینطور که گفتم بیاین نوتریشن فکت رو نگاه کنین و اینگریدینت لیست. الان همینطور که میبینین اینجا نوشته که درای روستد پینات شوگر، که شوگرش کورن سیراپ توش داره، مولاسس داره، پینات اویل، هایدروژنیتد ویجیتابل اویلز که از کاتن سید و سویابین میاد، و سالت. چرا باید این همه چیز توی پینات باشه؟ پینات باتر فقط پینات میخواد. این یکی رو ببینید، میتونین بخونین، فقط نوشته پینات و سالت. باز این بهتره، فقط پینات و سالت. بریم ببینیم آپشن‌های دیگه‌مون چیه. این یکی رو ببینیم، بغل نوتریشن فکت، پینات. خب حالا من اگه آپشن داشته باشم بین این سه تا، مسلما اونی که فقط پینات انتخاب میکنم، چون لازم نیست که یه عالم اویل، هایدروژنیتد اویل و چیزایی که ضرر داره یا شوگر، چرا باید پینات باتر تو شوگر باشه اونا رو بخورم؟ پس همینجا سری میرم سراغ اونی که فقط پینات باتره. امیدوارم که بهتون کمک بکنه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.